بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. میخواید عزیزان پهلوان باشید؟ پهلوان کیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیس الشدید بالسرعه. پهلوان اون کسی نیست که یه دیگری رو بذاره ضربه فنی کنه به زمین. پهلوان کیه؟ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پهلوان کسیه که وقتی عصبانی میشه بتونه خودش رو کنترل کنه. وقتی انسان عصبانی میشه چیکار میشه؟ اینی که خونش در داخل قلبش گرم میشه، فواره میزنه. این گرمی خون رو ما میبینیم صورتش سرخ میشه، چشاش سرخ میشه، بینیش دماغش باد میکنه، همچنین عصبانی میشه، شکل و قیافش کلا عوض میشه. انسان عصبانی همچین حالتی رو داره و این تصویر یک انسانی که هست که عصبانی میشه تصویر بسیار زشتی. وقتی عصبانی شدیم چیکار کنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی عصبانی شدی، اگه ایستاده بودی چی بشین، اگه نشسته بودی دراز بکش رو زمین. اصلا عصبانیت از شیطانه و شیطان از آتیش درست شده. با وضو گرفتن و با آب این عصبانیت رو خنکش کنیم، خودمون رو خنک کنیم و دعا کنیم که خداوند متعال توفیق بده که ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. و اگر کسی از خدا چیزی نخواد عصبانی میشه. خدا عصبانی میشه اگر ما دعا نکنیم، از خدا نخواهیم. بنده خدا رو اگه ازش چیزی بخوای عصبانی میشه و دلخور میشه. خدا رو اگه چیزی ازش نخوای عصبانی میشه. فرق خدای مهربون از بنده که بنده عصبانی میشه اگه ازش بخوای، خدا عصبانی میشه اگه ازش نخوای. و امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند که الغضب مفتاح کل شر. عصبانیت کلید همه شرها و همه بدی هاست. در عصبانیت انسان یک گناه کوچیک، یک اشتباه کوچیک رو بزرگ میبینه و باعث میشه که تفاعل نشون بده یا کنش نشون بده و به اصطلاح از کوره در بره. انسان ها وقتی عصبانی میشن، انسان ها در چند نوعن. بعضی ها هستن که زود عصبانی میشن و زود راضی میشن. بعضی ها هستن که دیر عصبانی میشن و زود راضی میشن. اینو بهترین ها هستن، دیر عصبانی میشه زود راضی میشه. بعضی ها هستن که دیر عصبانی میشن دیر راضی میشن. بعضی ها هستن که زود عصبانی میشن و دیر راضی میشن که اینا بدترین نوع عصبانیت هست. پس ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. عصبانیت وقتی که انسان بتونه عقلش رو کنترل کنه، خودش رو کنترل کنه، خودش رو داشته باشه، بدونه چی کار میکنه، چیز خوبی هست. اما وقتی که انسان از کوره درده که دیگه نتونه خودش رو کنترل کنه، عقلش کلن از کار میفته، همچنین مثل یک حیوان درنده میشه، این حالتی است که بسیار زشته. و زشتر از این هم اون موردی هست که انسان اصلا عصبانی نمیشه. امام شافعی میفرمایند که من استغضب فلم یغضب فهو حمار. کسی که به اصطلاح عصبانیش کردن و جایی بود که باید عصبانی بشه و عصبانی نشد، اون مثل درازگوشاست. واسه چی؟ واسه اینی که انسانی که عصبانی اصلا نمیشه، یعنی اون غریزه عصبانیت، اون فطره عصبانیت درش میمیره، اون وقتی که دیگه نه براش غیرت مهم هست، نه براش عزت نفس مهم هست، نه براش اون چی که در جامعه اتفاق میفته مهم است. بدی و خوبی همه در مقابلش هیچ ارزشی نداره و انگار که اصلا خودش در دنیا وجود نداره. پس عصبانیت چیز خوبی هست اگر ما اون رو کنترلش کنیم. چیز بدی هست و نیاز هست که ما دنبال درمان و دارو باشیم براش اگر حالت افراط یا تفرید پیدا کرد. عصبانیت درست اونیه که حد وسط باشه.